درود به دوستان عزیز. بچه با یادگیری اصطلاح در هر زبان به خصوص زبان آلمانی هنگام صحبت کردن طرف مقابل کمتر احساس میکنه که با یه خارجی صحبت میکنه. پس بهتره بعضی از اصطلاحات رو یاد بگیریم و تو صحبتامون به کار ببریم تا طرفمون هنگام صحبت کردن بیشتر با ما احساس نزدیکی کنه. مثلا میخوایم بگیم به ضرر خودش شد. میگیم یا زی hat sich ins eigene Fleisch geschnitten. تو معنی میشه اون آقا یا خانوم گوشت خودشو برید. اینو آلمانا زمانی به کار میبرن که میخوان بگن اون شخص به ضرر خودش کار کرده یا به خودش ضرر زده. ما از فعل شنایدن استفاده کردیم که به معنی اصلاح کردن، بریدن، زخمی کردن و قطع کردنه. گذشته فعل شنایدن همونطور که در بالا هم دیدید میشه گشنیتن که با فعل کمکی هبن صرف میشه. در پایان ویدیو من صرف فعل رو هم براتون میذارم که بهتر یاد بگیرید صرف کل فعل رو. حالا یه کلمه ریتمیک هم یاد بگیریم. auf jeden Fall به هر حال. jeden Fall به هر حال. دیدید چقدر ریتمیک و آسونه؟ auf jeden Fall در زبان آلمانی یعنی به هر حال. تا ویدیوی بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.